بریم سراغ آموزش این دلبر پاییزی. 2 تا تخم مرغ رو هم میزنم تا از لختگی در بیاد. وانیل و شکر رو هم بهش اضافه میکنم و با دور تند همزن میزنم. از اول تا آخر کارم حواسم هست که دورگیری رو انجام بدم. تخم مرغ و شکر رو انقدر باید هم بزنیم تا کرمی کشدار به حجیم بشه. حالا شیر و روغن رو به ترتیب اضافه میکنم و هر کدوم رو یه مقدار میزنم که مخلوط بشه. آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنم و به مواد مایع اضافه میکنم. با لیستک یا همزن دستی اینجوری آرد رو با مواد مایع مخلوط میکنم، زیر و رو میکنم که پف کیک نخوابه. میبینین که مواد کیک تقریبا غلیظه. کف قالب رو کاغذ روغنی میندازم و نصف مواد رو میریزم داخلش. چون غلیظه با لیستک خوب پهنش میکنم. یه مقدار سیب، دارچین و گردو رو میریزم روش. برای توی کپشن نوشتم که به چه شکل باشه و مابقی مواد کیک رو میریزم، با لیستک خوب پهنش میکنم. مابقی مواد کیک رو میریزم و دوباره روش رو با سیب و گردو و دارچین تزیین میکنم. به خاطر سارا یکم شکلات چیپسی هم روش ریختم من. میره توی فرن تا پخته بشه. برای توی کپشن تمام نکات و فوت و فنایی که داره رو برات نوشتم، حتما بخونش. امیدوارم که درست کنید و در کنار خانواده لذت ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودی و برای حمایت از من لایک و کامنت میذاری.